سلام رفقا، به ویدیوی جدید خیلی خوش اومدید. امروز میخوام چند تا فیلم و سریال تو مایه سریال اسکوید گیم بهتون معرفی کنم. سریالی که چند روز پیش تو 93 کشور به پربیننده ترین سریال نتفلیکس تبدیل شده. اینم بهتون بگم توی این لیست هم فیلم داریم هم سریال. فقط قبلش اگر به دنیای فیلم و سریال علاقه دارید خوشحال میشم عضو این کانال بشید. لعنتی من چه کو خوردم. شماره اول لیستمون میشه آلیس در سرزمین مرزی. جالبه بدونید این سریال توسط خود کمپانی نتفلیکس ساخته شده و خودشون پیشنهاد دادن که اگر از سریال بازی مرکب خوشتون اومده این سریال رو هم حتما ببینید. این سریال از روی یه مانگا ساخته شده و محصول ژاپنه که دارای 2 فصل 8 قسمتیه. داستان سریال برمیگرده به چند تا جوون که اتفاقی وارد دنیای موازی میشن و وقتی میرن اونجا با یه شهر متروکه روبرو میشن و متوجه میشن توسط یه سری آدم ناشناس وارد یه بازی خطرناک شدن که باید برای نجات جونشون مراحل این بازی رو پشت سر بذارن. دقیقاً مثل سریال اسکوید گیم. این سریال علاوه خشونت دقیقاً هم سطح اسکوید گیمه و تصاویر خشن زیادی توی سریال می‌بینید. نمره IMDb سریال شده 7.5 از 10 که به نظرم قابل قبوله. و اما شماره بعدی لیستمون میشه نایت هست کام یا زمانی که شب فرا میرسه. یه سریال کره‌ای در ژانر معمایی و دلهره‌آور که در سال 2023 منتشر شده. این سریال فقط یک فصله که شامل 12 اپیزود میشه. داستانش هم درباره گروهی از دانش آموزا هستش که به یه اردو میرن که ناگهان متوجه میشن عده‌ای از دانش آموزا و معلمان ناپدید شدن و اینجاست که یه پیام مرموز میگیرن در این باره که باید یه بازی مافیایی انجام بدن تا نجات پیدا کنن. امتیاز IMDb سریال بد نیست و قابل قبوله. شماره بعدی لیستمون یه فیلمه به نام بتل رویال ساخته سال 2000. جالبه بدونید کارگردان سریال اسکوید گیم گفته که خیلی از سکانس‌های سریالشو از این فیلم الهام گرفته و خودش پیشنهاد داده اگه اسکوید گیم رو دوست داشتید این فیلمو هم حتما ببینید. داستان فیلم کشور ژاپن رو تحت یه حکومت دیکتاتوری نشون میده که اعضای این حکومت برای سرگرمی 47 تا دانش آموز رو از توی یه اتوبوس مدرسه میدوزن و مجبورشون میکنن برای بقای خودشون دست به یه بازی مرگبار بزنن که در نهایت آخرین کسی که زنده بمونه میتونه آزاد بشه. این فیلم به شدت خشنه و توی خیلی از کشورها اکرانش ممنوع شده بوده. نمره IMDb فیلم هم 7.5 از 10. شماره بعدی لیستمون باز یه فیلمه به نام آیساد دویل که به فارسی میشه من شیطان رو دیدم. این فیلم از نظر داستانی خیلی با اسکوید گیم متفاوته ولی از نظر حال و هوا خیلی به سریال شبیه. این فیلم ساخت کره است و جالبه بدونی بازیگر فرانسمن توی این فیلم نقش آفرینی کرده و اتفاقا نقش اصلی هم هست. داستان فیلم هم درباره به قتل رسیدن همسر یه افسر اطلاعاتیه و حالا افسر اطلاعاتی خودش میخواد عدالت رو برقرار کنه، البته به روش خودش. برای همین میره دنبال قاتل ولی نمیزنه قاتل رو بکشه و یه جورایی زجر کشش میکنه. اینم بگم این فیلم پر از صحنه‌های دلخراشه پس اگر دلشو ندارید نبینیدش. این فیلم نمره 7.8 رو از IMDb گرفته. شماره بعدی لیستمون بازم یه فیلمه به نام اتاق فرار که 100% تا حالا همتون یک بار این فیلمو دیدید. روند فیلم خیلی پیچیده و معماییه ولی حوصله‌تون رو سر نمیبره چون هیجانیه. داستانش هم باید از اسمش متوجه شده باشی. هم اتاق فراره با یه سری بازی، اما با این تفاوت که اگه خطایی سر بزنه کشته میشن. این فیلم امتیازهای ضعیفی گرفته و همش به این خاطره که محیط فیلم خیلی تخیلیه و بیش از حد اندازه از جلوه‌های ویژه توش استفاده شده. و آخرین فیلمم میشه هانگر گیم که یکی از معروف ترین فیلم‌های این ژانر به حساب میاد که احتمالاً باید دیده باشیدش. داستان فیلمم جامعه استعمارگر روایت میکنه که هر سال یه مسابقه ترتیب میدن و توی این مسابقه همه باید همدیگر رو شکار کنن و در آخرین کسی که زنده بمونه برنده بازی میشه. جالبه بدونید این فیلم یکی از پرهزینه ترین فیلم‌های این لیست به حساب میاد و همچنین سود خیلی خوبی هم داشته. نزدیک به $700 میلیون براشون سود داشته. این فیلم 3 اپیزوده که
اگر دوست داشتید میتونید تماشاش کنید. خب رفقا، اینم از ویدیوی امروزمون. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و اگه معرفی‌های بیشتری میخواید حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله‌ش هم فعال کنید که به محض اینکه ویدیو گذاشتم با خبر بشید. روز خوبی داشته باشید و تا ویدیوی بعدی بدرود.